نزدیک بود جا بمونیم ها. بفرمایید. چندم؟ چهارم. پنجم. منم پنجم میرم. یواش آقا یواش. ای چرا همچی شد؟ نمیدونم. آقا پنجم نگردار. پنجم. آره آقا بدجوری به هم چسبیدیم ها. پنجم خیلی آقا. بدجوری. پنجمه. نگردار. آره آقا نگردار. بفرم. ای داده بیدار. خیلی ببخشین ها. هیچ وقت همچینی نمیشد. این تقصیر سنجاق سینه شماست خانم. بله خب میدونم. اجازه بدید. الان وا میشه. خاک بر سرم کنن کتاباتونم ریخت رو زمین. مهم نیست. خیلی میبخشین. الان وا میشه دیگه. کراوات. وای چه جایی هم چسبیده. همش تقصیر این کراوات لعنتی. آخ ببخشید. خواهش میکنم. اجازه بدید. تموم شد. بالاخره وا شد. بله باز شد. ناراحت شدین کتاباتون ریخت رو زمین؟ هیچ مهم نیست. باشه. بفرمایید. سلام دکتر. سلام سیروس جون، حالت چطوره؟ خوبی؟ بیا تو. بیا. آخه نه اشکال نداره. بیا. ایوا بازم شما این. دکتر جون یه کاری نکنی که دردم بیاد. نه خانم مگه شما میترسین؟ آره خیلی زیاد. آخه دندونم هم درد میکنه. یه دفعه دندونم درد گرفت. رفتم دکتر نشونش دادم. دندون این طرفی رو که درد نمیکرد کشید. باز رفتم پیشش. این دفعه اون طرفی رو کشید. حالا اونی که درد میکنه هنوز سر جاشه. خیلی متاسفم خانم. حالا کدومه؟ اجازه بدین یه نگاهی بکنم. نه ترسین خانم. آخه دکتر من دست خودم نیست، خیلی میترسم به خدا. نه ترسید، مطمئن باشین ناراحتتون نمیکنم. بی جهت خودتون نمیترسونین، مطمئن باشید ناراحتتون نمیکنم. دهنتون رو باز کنید خواهش میکنم. آخه من میترسم دکتر. ببخشین آقا شما هم دندونتون درد میکنه؟ نه خیر من خانم روتون رو برگردانید خواهش میکنم. اجازه بدید دهنتون رو لطفا باز کنید. شما که منم ترسوندید خانم. شما هم دندون ساز این آقا؟ من نه خیر ایشون من بله ایشون دوست بنده هستن. اجازه بدید هیچی نیست الان من درستش آخه درد میکنه دکتر جون. اجازه بدید. من که هنوز دست ندادم خانم. کلمکس اون کلمکس رو لطفا به من بده. بفرمایید خانم. کلمکس. همچین براتون قشنگ چرخش میکنم. دهنتون رو باز کنید. نه ترسید خانم چیزی نیست. الان تمام میشه الان. تمام شد. خیلی توف کن. مرسی. خب تموم شد دکتر؟ بله تموم شد. خب من کی بیام خدمتتون؟ بله با بنده بودی؟ بله. پنجشنبه تشریف بیارید. باشه پنجشنبه خدمت میرسم. مرسی خداحافظ. خب سیروس جون حالا تو بیا بشین دندونت یه نگاهی بکنم. منم پنجشنبه میام دکتر جون. پنجشنبه. سیروس سیروس با من کار داشتین؟ نه بالا کار داشتم. خیلی خوب خداحافظ.
خداحافظ. تاکسی 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 ببخشینا راضی به زحمت شما نبودم تاکسی گیرم میومد. خواهش میکنم مانی ندارم. حالا کجا میخوایم بریم؟ شما کجا باید بریم من برسونم؟ زحمت نکشین منو پیاده کنیم با تاکسی میرم. اختیار دارین من میرسونمتون. راستش من حالا نمیخوام خونه برم. میخوام برم یه جایی. کجا؟ نمیدونم یه جایی دیگه. میخوایم بریم یه قهوه با هم بخوریم. قهوه بخوریم؟ 2 ساله که از پاریس اومدم. خب اونجا چی کار میکردی؟ وقتی درسم تموم شد همونجا کار میکردم. با زن و بچه اومدی؟ متاسفانه زن ندارم. زن نیستی؟ چرا داشتم. با زنم اومدیم ایران ولی اون بعد از 1 ماه رفت. چرا؟ از هم جدا شدیم. خب پاشیم بریم دیگه. چرا؟ کجا باید بریم؟ هر جا که باید رفت دیگه. معذرت بخوام من نباید میپرسیدم. من شما رو میرسونم دم منزل. نه من خودم میرم قربون شما. آخه چرا؟ من باشه فردا شب همینجا. باشه ساعت 7. خیلی خوب اونم باشه. سلام بچه‌ها خسته نباشین. سلام به این. سلام. من شب جمعه میام. آبجی هم یا یادت نره. سلام من اینجا. سلام ممنون. سلام. بیا چادر تو بگیر. چرا انقدر دیر کردی؟ ببینم شما هنوز خاطر خواهمی. چه کنیم دیگه؟ نپوسیدیم. خبرای خوبی واسط دارم. منم خبرای خوبی واسط دارم. جونی میخواد منو چونه. آره مامو. آره میخوام اول بشونمش بعدا یواش یواش ننمو راضی کنم. خب ایشالله مبارک خیلی خوشحال شدم. بودو بیبریم الان مامان دادش در میاد. امشب میاد. حتما. برای بچه‌ها ما رفتیم. خدافظ. مایتلا کجا بودی؟ ریختتو ببرم اوره بابا باری زخم نبود آره ننت نیستم کشتی سلام خوشگله چطوری تحرینم کنی؟ نوکرت هم شبا حاضری با ما آخر برج تسلیه حساب کنی؟ برو نره قمر مگه اینجا برخواهی؟ بابا کجا بودی؟ وای خدا یه چیز خوب واسه تعریف کنم اقدس کفرش در اومده بود میگفت چرا اینقدر اینا کجا بودی دیر تا کردن؟ تا مهمون من سراغ شما رو گرفت شما داری من بی خود هوا نکش کوتا بیا خبر بدی واسه دارم مامان اقدس یکی از شاگردات داره میپره مهین میخواد شوهر کنه چه شوهر هر چیز که فراغون شاگرد برو توی یه مش مهمون واسهتون اومده من که نیستم میخوام بالا لباسمو عوض کجا بودی دورت بگردم؟ ساره اینقدر دارم میگم تا این بمیره سر برج بهت میدم. برو بابا نسیه چه خب چند وقت زندون بودی اکبر فیلم 19 ماه. خب چی دزدیده بودی؟ یه تو بود. لاکر دار اشتارو برم من بیام صفا. بیا بی وفای فیلم کنی رفتم. خلاص خیال کرد من آدم حسابیم من علکیش گفتم مامانم پاپ شوفرمون وای خدا جون یه بوی عطری میداد که آدم دلش زف میرفت ما
وای وای خلاصه خیلی ازش خوشم. حالا بازم میبینیش؟ آره بابا، خیال داره منو با خودش ببره دانس. وای میخواد با هم برقصه. جونمی بوم. ما اینیم دیگه. راستی من لباس ندارم بپوشم که. اکی قرض کنم؟ من اون پیرن صورتی همون بهت میدم. اندازم. آره برو واسط مهمون اومده. دود ببینت نبودی خیلی دلخوش شد میترسم آخرش با چاقو لط و پارت کنه. سگه که باشه. حال پاش برو تو حیاط پاشو. بله خواه. اینجا فینگلی. بابا میبینی فینگلی هرچی بهش میگم گوش میکنه. پاشیم بریم تو حیاط بازی کنیم. من تو حیاط نمیرم. حرف بابا رو گوش نمیدی؟ من تو حیاط نمیرم. چرا نمیری؟ آخه من از اون دختره که تو استخرن بدم میاد. چرا از دخترها بدت میاد پسرم؟ آخه برای اینکه هنوز مرد نشدم. داداش چیه؟ خب داداش نگفتی اون دختره کیه؟ بهت میگم یه دقیقه صبر کن. باشه فرهاد. بابا تو خوب بارو درک میکنی ها. ای نیم وجبی پسرت خیلی حقه بازی. به عمش رفته. تو خیلی بلایی. نوکرتم بپری. چاکرتم فرهاد خان. وظیفته. خیلی خوب دیگه برو با سید بازی کن. برو هیکلو. ای دیالا. فینگلی. خب داداش اسمش چیه؟ اسمش بهیه. چطور من این همه دختر رو باهات آشنا کردم خوشت نیامد؟ معلومه این دختره خیلی استثنائیه. این یکی ازش خوشم میاد. خیلی زیاد. نکنه عاشقش شدی؟ نمیدونم. شایدم شدم. به تو عاشق شدی؟ تو عاشق شدی؟ الان به همه خبر میدم. بیایید بچه‌ها یه خبر خوش براتون دارم. شما که نمیدونید چی شده. همه تو باید جمع شده براتون میگم. بیاین اینجا بچه‌ها داداشم عاشق شدی. عاشق یه دختره شدی. دروغ میگه. چرا دروغ میگی به خودی؟ دروغ میگه هیچ خبری نیست. چیه چه خبره؟ چرا شلوغش کرد؟ ببین بیا اینجا ماشه بدیم. ماشته سیروس عاشق شدی. جون من راست آره راست میگم. منم آقا شدم. جانه الان وقت نداریم یه دقیقه صبر کن. منم آقا که روی ماه این شدم. آقا که روی ماه تو. آقا که روی ماه این خواهش من ابراز اطافت نفرمایید. هم برم کار دارم. تو نامد بایستی همین الان برقیم گوش کن فینگلی وقتی اومد و بپر پاچش رو بگی خیلی خوب. من آقا شما در دبلا و میخوام. پاچه منو بگیره. چه؟ بلکن جون مرگ مادر جونشی بگی. بلکن تو رو خدا آی برو جون بابا جونشی بگی. برو چون چه خبرته بابا این پسر؟ سگه ببندنش. برو بیرون. برو بیرون گم شو فینگلی برو. فرهاد. باتو بیا. پسر چند دفعه بهت بگم این سگ گیرنده من نیست. تو این خونه از دو نفر میترسم. یکی از این سگه یکی من اون مادر. مادر چیه؟ مگه جن دیدی؟ این مادر از جنم بدتره. الان هست که میگه آهای بیا شارلاتان معلوم هست کدوم گوری هسته؟ آهای بیا شارلاتان معلوم هست کدوم گوری هستی؟ دیده گفتم زیر سایه شما خانم. الان هست که میگه یه دقیقه بیا کارت دارم. یه دقیقه بیا کارت دارم. من الان برمیگردم. های فیروز جون منو با این چی؟ تنها نذار. وای تو فقط با یه هم دقیقه. بریم. الان اومد. مرگ مادرت منو چی داری تنها میگی؟ نذار. فیروز آهای. فیروز جان هیچی خانم میگم دارم میام خدمت شما. بله ببینم ابی بله. این سر و صداها چی راه انداختی؟ والا این سیدش هم میترسید. منم داشتم نازش میگرم که نترسه. بس دیگه. چش خودتو به کوچه علی چپ نزن. چش بگو ببینم جان اون زن کیه که سیروس همش فکر و ذکرش دنبال اونه؟ زن کدوم زن خانم؟ از خانواده خوبیه؟ یه خانواده خوب یه خانواده عالی. بله از اون کله گندهات از اون سرشناسات به جان شما خانم از اون چت کلفتاست از اون بالاها. از کدوم خانواده؟ نمیدونم. خیلی لشی پس تو واسه چی خوبی؟
خوب تحقیق کن ببین کیه به من بگو. من اجازه نمیدم این پسر یه دفعه دیگه با دختری وصلت کنه که من خودش و خانواده‌شو نپسندم. چشم خانم خیالتون راحت باشه. ولی خانم یه چیزی میخواستم بهتون بگم. بگو. میگم اونا میخوام با هم مزدوج بشن به شما چه ربطی؟ چیکار میکنی فرهاد؟ دارم تربیت یادش میدم. هنوز خونشون نرفتم، ولی از خانواده خوبی باید باشه. همش از مامانش تعریف میکنه. به نظرم مامانش از اون زنای اشرافی باشه. در هر صورت خیلی دوستش دارم. تا حالا در زندگیم با همچین زنی برخورد نکردم. کی میبینیش؟ امشب با هم میریم یه دیسکوتک برقصیم. ای وای. You left me lonely in the chapel, a lonely man without a prayer. آهنگ خوبی خوش برسیم. آخه من از این رقصا بلد نیستم. یاد میگیری. You just left me standing there. You left me lonely in the chapel. When you left, you broke my heart. بیا برقص یالا ده برقص بابا ده. گفتم من از این رقصا بلد نیستم. اوه وایسا ببین اینا چیکار میکنن. دسته تو هم شدی همون کارو بکن. بریم چون بشینیم. وقتیتمون نکنیم. من اینجا علی باید کارا برقص. نیستم. خواهش میکنم. آخه اینم شد رقص. جون من بگو یه آهنگ ایرونی بزنم من برقصم که همشون خیت شن. آخه این چیه؟ ایرونی. آخه این رقص نیست دیگه جون من. بگو یه آهنگ ایرونی بزنم. برو ببینم چی کار میکنی. برو قربونت برم. من میرم نه بده دیگه رفتم. یک قیافه های عجیب غریبی داشتن. رقصایی میکردن مثل که لرزه گرفته بودن. چجوری میرقصیدن؟ اینطوری خیلی مسخره بود. چی کار کردی؟ من هیچی یه بابا کرم واسه شون رقصیدم که همه واسم دست دادن. سیروس نمیخواست من برقصم غیرتی شده بود. آره تو بمیری. سلام بهتون خوش گذشت. قربونت برم. من اینجور جات خالی خیلی بهم خوش گذشت. کاش اونجا بودی و میدیدی که چه خبر بود. بچه‌ها احمد اومد. وای خاک بر سرم پیرنم از تنم در نیاوردم. زیپشو باز کن نمیخوام اون بفهمه من جایی بودم. زود باش. زود باش دیگه.
بچه‌ها خونش ببینم. بیرون. نه بابا بدک نیست، ناز شدی. چیز دیگه ای شدی. والله مصب چی شده؟ خیلی خوشگله نه؟ اما وقتی خوشگل میکنی فقط باید واسه من خوشگل کنی. پیش کی رفته بودی؟ هیچکی یه وقت یه چیزایی نشنفم ها. خاطرخواه بازی وسط نیادا. آوالی کلا دختر چیزم. تو فقط خاطرخواه یه نفری، اونم منم. اقدس چاچش! آوالی کلا دختر. حالا پاشان لباستو درار، میخوام اندام زیباتو برانداز بکنم. عرض بیار! خب داداش گفتی خوشگله؟ یه تیکه مال خانومه نجیبه. رو پاهاش وامیسته؟ دفعه اولی که دیدمش پاهام دل آدم آتیش میزنه. باید موهاشو کوتاه کنیم بابا. موهاش مثل مخمله. ای بابا تو چی میگی؟ من دارم از سگی باهات حرف میزنم. ببین فرهاد جون، من یه خورده با عمه پری حرف دارم. بابا منم میخوام باهات حرف بزنم. بابات امروز حوصله نداری. خب من که حوصله دارم. بچه است. فینگیلی چرا باباتی که با ما بازی نمیکنه؟ شاید یه همبازی دیگه پیدا کرده ها؟ از وقتی که زنم ازم جدا شده همیشه تنها بودم. حتی میون فامیلا و دوستام که بودم خودم رو تنها حس میکردم. ولی از وقتی که تو زندگی من اومدی دیگه تنها نیستم. همیشه میبینمت، تو دفترم، تو خونه، همه جا. دوست. سیروس منم خیلی خوشحالم، منم عاشقت شدم. از جونمم بیشتر میخواد. چرا گریه میکنی؟ خیلی خوشبختم، خیلی خوشحالم، اما میترسم. از چی میترسی عزیزم؟ تو نباید بترسی. نمیدونم. آخه چی شده؟ چرا میگی میترسم؟ موضوع چیه؟ هیچی. بیخودی میگم میترسم. به خاطر خانوادته. تو بالاخره منو پیش اونا نمیبری، پیش پدرت، مادرت. چرا؟ یه خورده صبر کن. بهت میگم، همه چی رو بهت میگم. حالا حرفشو نزن. چرا حالا حرفشو نزنم؟ فقط بذار نگات کنم، بذار خوب نگات کنم. دوست دارم، خاطرم. من تصمیممو گرفتم بهی. چه تصمیمی؟ میخوام تو رو همیشه برای خودم نگه دارم، همیشه مال من باشی. من مال تو هم، تا آخر عمر مال تو هم. هر وقت منو بخوای میام پیشت. اینطوری نه، میخوام زنم بشی. چی؟ من؟ یعنی تو میخوای منو نه اصلا حرفشم نزنی. آره بهی، من میخوام عقدت کنم. میخوام منو ببری پیش پدر مادرت. من تو رو از اون خواستگاری کنم، پدر مادرم هم میارم. تو آخه حالا اصلا تو منو گیجم کردی. بهی، خوشحال نیستی؟ نمیخوای زن من بشی؟ آخه تو نمیدونی من دلم میخواد. ببینم بهی، خوشحال نیستی که زن من بشی؟ چرا هیچ وقت تو زندگی من انقدر خوشحال نبودم، اما فکرشم نمیکردم. ببین نه بهی ولم عزیزم. کن، تو رو خدا ولم کن، بذار با حال خودم باشم.
بگو بینم چی شد. اون از من خواستگاری کرد، از من بیجت تیغی. میخواد مادرش رو بفرسته خواستگاری. کجا؟ خونه عقد از چارچشم. بدبخت نمیدونه من کیم، چیم، چی کارم. شاید نفهمه. بالاخره چی؟ بالاخره یه روزی میفهمه. شایدم بفهمه، اما اینقدر تو رو بخواد که اهمیت نده. اهمیت نده؟ آخه تو چی میفهمی هاجر؟ من خوب میفهمم. من از این چیزا 30 ساله که تو اینجور خونه ها میبینم. منم یه روزی مثل تو بودم. تو سایه دیروز منی، من سایه فردای تو هم. وسط امروزه. منو نگاه کن، حرف امروزه بزن، برگرد پیشم. نه، من دیگه نمیخوام اونو ببینم. اونم نباید منو ببینه، هیچ وقت، هیچ وقت. بابا پاشو بیا الان میادش. امروزم اسقر جیگره کی مهمونشه. ولش کن، من نمیام. تو رو خدا برو بابا، میترسم کار دستت بده. از ریختش بیزارم. که میشناسیش، وقتی عصبانی میشه کسی جلودارش نیست. به من گفت یواش یواش بوی خونه بیی داره به دماغم میرسه. میترسم یه دفعه بیا خود چاقو بزنه. اومده احمد آقا داره میاد. درش سرت واسه بعدم روشن کن قابلی نه. خوش باشین جوون. چقدر میرخصه یه دقیقه بشونم. کجاست این ضعیفه؟ بهجت چرا نمیای داماد ما بخونه؟ چرا اینقدر ما بدبختیم؟ چرا ما نباید روی خوشی و خوشبختی رو ببینیم؟ حالا میرم خانه کجا؟ میرم کنار. ببینم تو با اجازه کی رفته بودی بیرون؟ دلم خواست. دلت خواست؟ من اون دلی که خودتری کنه تو سینه بیرون میارم. با کی رفته بودی بیرون؟ کیه اون؟ یالا بگو اون کیه؟ دلم کن. من باید بفهمم اون کیه. تو رفیق منی. من رفیق تو نیستم، برو بیرون. من از اینجا برم. کور خوندی. تو این محل همه خونه ها مال منه. من تیکه پارت میکنم. مثل این که یادت رفته من کیم. نه یادم نرفته تو کی هستی. تو احمد بی کله ای. تو منو تو این لجنزار کشیدی. تو جاهل این محل هستی. تو از همسال ماها باج میگیری. زنای اینجا مثل سگ از تو میترسن، اما من یکی دیگه نمیترسم. نه از تو نه از هیچ کس دیگه. هاری تروت دیگه از تو نمیترسم. برو بیرون حیوان. چی گفتی؟ گفتم تو حیوانی، تو سگی، تو کفداری، بوی گند میدی. میکشمت. مگه اینکه بگی مال منی. نیستم. چی میخوای از چی جونم؟ میخوام؟ همون جونتو میخوام. پس بگیر. خوب بگیرین. من هنوز نمیخواستم ناکارش کنم. فقط یه زخم سطحی بهش زدم که یادش نره من کیم. اگه بفهمم خاطر خواهی کسی شدی یا هم خودتو میکشم همون خاطر خاطو. آی خودتونم. گاچه پدست چند آمد. بابا این سگ چیه اینجا بستی؟ من میترسم بیام اینجا. یه بچه انسیم. تو به این سگ چیکار کردی که ولت نمیکنه؟ پدرم هم از این سگ میترسه. لامصب پیره کرده ولم هم نمیکنه. همش تقصیر اون بچه های فسقالته.
تو چته؟ خاکستر نشین شدی؟ اون یارو کیست که همچین لطه پارت کرده ها؟ هر کی هست که حالا گم شده. آشه پس دست وردار. اش چیه؟ عاشق کدومه؟ به هر چمن که رسیدی گلی به چینا برو. هی برو. شاعر میگه برو، منم میگم برو. کاش منم میتونستم مثل تو باشم. تا میتونی. فردا بیا باغ بابام کرک تا هیچ به توان این مثل تو نتوانن. چه خبره؟ فردا بیا اونجا، به مادرتم نگو میای پیش من. هر بلایی سر تو میاد اون میندازه گردن من. بیا اونجا تا درد تو علاج بکنم. باشه ابی، یه کاری کن حالا که دیگه اونو نمیبینم فراموشش کنم. حالا شدی پسر عاقل. قربون آدم چیستم برم ایشالله. ببینیم این سگه اینجا نه نیست. خب پس تا نیومده من رفتم. به سلام. فردا منتظرتم. آمد که الحمدلله نی. تو کجا بودی لامصب؟ جوری پرخورده ایم امروز میون خوشگلا، لاغر و چاپ و توپل آتیش بره داره بلا. جنس جور هرچی بخوای ارزونه، کیف ما امروز عجب میزونه. غم نخور چون که باباش پول داره، با کلک پول رو پولش میذاره. ریخت و پاشگاهاشو در بیار خوب، باباشو لوله لول باش همیشه، دنیا آخر نمیشه. بی خوشگلو منم حقت تموم منم اون که از دلوش پایین میره پولای حروم منم یه باری کلم بوده. پولش حلاله، سند داره با قباله، با احتکاری کشمیش باغ میخره تو تجریش. اینا یه کنار دریا از نزول پول بالا، اگه عمری بودی شهادا میکشم دمو بالا. دیگه تو زنده تخت خیاله، حروم این پولا اما حلاله. برگردن جان یه سرخان بگردان قایم بزن تو سرین ابی خان. بیا این چشار همچین نکن فدات شم. وای دبل نکنی و میخور تو چش چپم ها. بیا بری کردن بری کردن باریکلا تو. خب باریکلا تو. چشات میگه گشنت، لبات میگه تشنته. دلت میگه چی میگه؟ وای دلت میگه چی میگه؟ دلت میگه عاشقی فردا که شد فارغی. من چاکره هرچی فقیرم والا، این پول هرچی بی پول ده یالا. این خونه مردم فقیر جونم، با هم میخوریم اونا رو میدونم. صاحب
بدبختش دم گاراژه پولا رو برداری که صاحبش بدبخت شد بیچاره شد اگه بعد منو بگی وایسا زلیل مرد اگه راست میگه وایسا وایسا قربون بیچاره چاقت برم وایسا توپل جون اوه چه خبرته؟ مگه دیوونه شدی؟ سلام علیکم سیروس جان به جمالته کمانت عشقه جاتم رو این تخم چشم بندر ببین چاکرت برات چه ریخت پاشی کرده بیبریم لب استرخ عشق دم باغچه صفا پیش خاتونای بی وفا خاتونات چه بیارین جلو پاشین بیاین جلو که الهی همتون قربونم برین ببین تو به رفقا اسم من همینجا یخت قدم میزنم بی مجنون بار در باغ دیلی قدم بزنی پسر اینجا بیا پسر تاره تو یه با تاهره ول کن بابا من میرم تو اتاق میشینم حوصله داری منم همینو میگم اون رفته تو اتاق مایاشو در بیاره فهمیده پسر رفته مایو جانشو در بیاره الهی کوفتت بشه بیبریم نگاش بکن وای جلل خالق ببین چه هیکلی داره به جان پاپا جانم که الهی قربون مامان جانم بره با همچین هیکلی تو عمرت ندیدی برو نگاش کن نه بذار من برم پی کارم من نمیخوام برم تو یا خواهت بنداز تو آغوش این خاتون تا غم دنیا رو فراموش بکنی هرچی قصه داری یادت میره نه برو تو پسر اجازه بده دیگه حرفشم نزن برو تو چرا نمی خب آره منم آره دیگه مگه تو نمیخوای منو درست بشناسی من این کارم آره خب چرا بهتت زده مگه آدم ندیدی آره من این کارم همه اون ناز و اداها و ژستا الکی بود ما زنای اینجوری از این ژستا میگیریم که بگیم یعنی بله یعنی ما آدم حسابی هستیم خب چی کار میشه کرد تو منو میخواستی مگه نه لابد خیلی هم دنبالم گشتی پس حالا که پیدام کردی خیلی خوب لخ شو بی جلو بیا بغلم کن کاری میکنم که همه این ناراحتیاتو فراموش کنی چرا وایسادی پس؟ نه من تو رو اینطوری نمیخواستم زود باش پسر من واسه این کارا پول میگیرم خیلی وقت کارمه دی بیادی مگه منو نمیخواستی؟ پس چه مرگته؟ چرا نمیای؟ نه پس چی جوری میخواستی؟ تو زرورق؟ یا پشت ویترین؟ یا توی خانواده نجیب و آبرومند؟ کور خوندی جونم به من میگن بهجت تیغی من مال خونه اقدس چار چشمم وایسا ببینم نمک نشناس بیمعرفت اقلا یه دست درد نکنه به ما بگو راسته تو خیلی جنگی هستی ها هی چطور بود؟ خوب بود؟ زنه رو میگم ها؟ اون همون زن ایدئال من بود همون کسیه که منو دیوونه کرده بود چه؟ چی شد؟ چرا به این زودی رفت؟ این عشق رویاییش بود میگفت این همون
که منو دیوونه کرده بود، همونی که خاطر خوشه. چی؟ پس این همونه که بابی بیرونم ریخته بود؟ خب الحمدلله سگه اینجا نی. خب سیروس بلند شو. سیروس بلند شو بابا دیگه. سیروس وای خودتون به دادم. من به خیالم این سگه تویی. چی گفتی؟ هیچی بابا، این فرهاد بدجنس سگه رو برده تو رخت خواب تو. همین بچه جون آخه کسی سگه میبره تو تخت خواب، نگاه کن چجوری باید نگاه میکنه. ماتم بالا. پاشو بیرون فرهاد، باز شیطونی کردی؟ به من چه، تقصیر خودشه بابا. همش تقصیر تو. منو اذیتش میکنم. بیا برو بیرون با سگت بازی کن. چشم. بودو چون دامت برو برو ببینم. بچه. خب ابی جون باید از فینگیلی معذرت بخواد بابا. برو بیرون فرهاد. چشم بابا، باشی بریم فینگیلی. خب ببینم ابی اون کجاست؟ من باید ببینمش. چی رو ببینی پسر؟ آخه تو نمیدونی اون کی و چی کاره؟ مهم نیست اون کیه و چی کار است. من اونو میخوام. هر چی باشه مهم نیست. اگه تو بفهمی اون مال کجاست دیگه هیچ وقت حوض نمیکنی این حرفا رو بزنی. مال کجاست؟ کیه؟ به من بگو. آخه پسر اون مال اون پایینه. مال قره است. دیدی گفتم اگه بفهمی دیگه حوض نمیکنی اسمشو بیاری. منو ببر پیشو. چی؟ تو رو؟ ببرم اونجا؟ اگه مادرت بفهمه پوست کلای منو میکنه دنبک میسازه. اینا باش. چی؟ من باید برم پیشش. مینا بیا بیرون. بهی پروین پروانه بیا بیرون. پروانه چاپیدی بیا بیرون، مهمون داری. بیا زود باشین. از اون خوب باشه. خیلی شیک و پیکن. بریم تو. یلا سلامیتون نره. تو دیگه بابا. سلام. سلام. سب کن کارت دارم. بهی فقط یه دقیقه. برو از اینجا بیرون. بهی من باید باهات حرف بزنم. نمیخوام حرف بزنی، برو از اینجا بیرون. من تا با تو حرف نزنم از این خونه نمیرم بیرون. مگه نفهمیدی چی گفت؟ بله گم شو. مگه بیشون دست رو من نزد. بهی تو دیگه چی رفته؟ بهی گم شو. ایجی بینم جایل قراته نفته بریم بینم هیچ باشه چپاتونو میشکنم. گم شو بینم نفته آره شما آمدین خودتون رو فرمایش کنید. چه خبر؟ آخه دور به شارت جاسوسی به ما دور بگم. اون خاطر میکنه اون رفیق شخصی احمد هیچ کس نمیتونه بهش زور بگه. چی؟ اگه پای زورم باشه ما به خود احمدتونم زور میگیم. آره الان میفهمی آقا شیگل بلم. وقتی که رفتم احمد آوردم وقت صبح تا شب خدا میدونه چند نفر دهن بوگندی و عرقشون رو به دهن من میچلن. اینجا به من میگم بهجت تیغی. من یه فاسدم. من یه برم میفهمی. حالا برو دیگه. از اینجا بیرون. برو بذار من با درد تمام حرفاتو شنیدم، اما میخوام از اینجا ببرم. جایی تو اینجا نیست. تو مثل زنای دیگه نیستی. همه زنای اینجا مثل همه. ما هممون مثل ماهیای اون حوض پرن لجنه تو حیاتی.
هر سال شبه 10-12 تا ماهی توش میریزن، اما بعد دونه دونه تو اون گندابه میمیره. جای تو اون گندابه نیست. کجاست؟ کجاست؟ اتاق بهجاته. برو گورشو بکن. کاری میکنه برو. آقا جان خواهش دارم صبر نمیشم. تو دیگه کی هستی؟ چه گلو باشه؟ رفیقش کنم هره. آره که برگرد برو تو اتاق بهجا. بانش کن. چی باید که؟ به من؟ کسافت. رفت و آمد با همیشه. آی جیگر بیرون بیاد جلو. جیگر بیاد جلو. آی چه خبرته؟ باز هار شدی؟ جناب سروان. زهر ما رو جناب سروان. مگه نگفته بودم چاقو جیبت نزن؟ جناب سروان ما آبرو داره تو محل حیثیت داری. مرد شور خودتا آبروتو ببرن. خاک بر اون سرت. ببرینش. بله قربان ربیاب. این همونه که خاطر خواست شدی؟ آره؟ میام سراغتون. ربیاب. یاروه فاطمه سالکی اون زمال منه، کسی نمیتونه اون از من بگیره. منتظر باشه. میام سراغتون. حالا میبینه. آره چرا؟ بیا ابی. نه که تا شانس داردن که شستیر ما در نهی بردم. خدا رحم کرد. قربونت برم. آقا این زنو به دست تو سپردم. ببرش شابدالعظیم، واسش قسم بخور که ولش نکن. چشم خانم. شابدالعظیم باز بریم. ما که نیستیم نوکرتم زردی. بهی امیدوارم که خوشبخت بشی. متشکرم. خب خداحافظ همگی. ما رو حلالمون کنین. به سلامت. بهی خداحافظ. سلامت. خدا پشت و پناهت. خیلی ممنون. 3 روز اول خدا، دوم چشم شما. مطمئن باشی خانم. خیلی خوب. بریم عزیزم. خداحافظ. بریم. خداحافظ. خداحافظ رجب. خداحافظ بهی به سلامت. از این در که میری بیرون، اگه سینه قبر زونم بری دیگه از این در نیاد. به سلامت. حالو خوب حالتو برم. آقابت بخیر باشی. برو به سلامت. به این حضرت قسم بخور که از من نگهداری کنی، بعد مدتی ازم سیر نشی و ولم کنی. قسم میخورم که باهات عروسی کنم، تا آخر عمر ازت نگهداری کنم. منم به این حضرت قسم میخورم که تا آخر عمر مثل کنیزت باشم، تا آخر عمر پاک بمونم و زن خوبی برات باشم.
عالی بود. حالا اول میبرم یه لباس قشنگ برم. بریم تو. وای نه من میترسم. از چی میترسی؟ نمیدونم. دنی تمام بدنم داره میلرزه. نه ترس عزیزم، دستتو بده من. از هیچی نمیخواد بترسی. برو بریم تو، اونا منتظر تو هن. آخه من بهشون گفتم امروز تو رو میارم. صبر کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خداوندا. بس کن دیگه، خیلی خوب. بریم تو. برو جلو. بیا. چرا اینقدر دستت میلرزه؟ از چی میترسی آخه؟ از مادرت. مگه مادر من لوله خورخوره است؟ برو بشین اونجا. برو. تو دیگه مال این خونه هستی. همینجا صبر کن، الان صداشون میکنم. داغشو مامان این خونه مامان خونه حق در چهار چطوری نیم؟ من مهمونه بهی مادرم. سلام. دیدی مادرمو؟ خوش آمدی. اسمتون چیه؟ اسمم بهیه. این خواهرم پریه. وای چقدر شما خوشگلی. مرسی. خیلی ممنونم. چه سلیقه‌ای داری سیروس، بهت تبریک میگم. متشکرم پری جون. این خواهر من خیلی آتش پار است. بیا بشین عزیزم، خسته میشی. راستی پدر کو؟ الان میان. بشین. فرهاد کجاست؟ بابا رفته بیرون. چه خوشگله، از اون جیگر طلا. ساکنه. بله خانم جون. برو. چشم. خب چطور مادر؟ بدک نیست. ماما گفتی که پدر مادر نداره؟ بله. خب برادر چی؟ خواهر چی؟ نه خیر. عمو، عمه، خاله، بالاخره یه چیزی داره. از زیر بطه که عمل نیومده. بابا سلام. بوده بیا فینگلی، بابا اومده. بابا جانم؟ یه عالمه بستنی خوردی، اما بابا بزرگ برام ماشین نخرید. آخه میتونی بابا بزرگ خیلی خسیسه. این خانم کیه؟ نه. این بهیه، نامزد من. نامزد چیه؟ قرار زن من بشه. مادر تو میشه. نه خیر، این مادر من نمیشه، نمیخوام. بیا بریم فینگلی. به این همون عروس قشنگ ماست؟ سلام پدر. سلام دخترم. شما واقعا قشنگ هستین. پسر تو اینقدر با سلیقه بودی و ما نمیدونستیم. خب کی عقد میکنین؟ حالا موقع این حرفا نیست. پس کی موقع این حرف اینا هست؟ هنوز همدیگه رو درست نمیشناسن. ما هنوز اونو خوب نمیشناسیم. اینا همدیگه رو خوب میشناسن، به من و تو هم هیچ مربوط آخه فامیلش. مگه پسر ما میخواد با فامیلش اون ازدواج اصلا کنه؟ فامیل نداره. خب چه بهتر. پسرم راحت زندگی میکنه. پس زنی مثل تو خوبه که این میگفتی فامیلم الست، فامیلم بلست. عموم هتل خانه، داییم شد خانه. موجمو کندی. الهی دست چلاق بشه. الهی اون زبونت لال بشه. الهی اون فامیل پرفیس افاده هتل خانه چطور خانه خاک بر سرت. خاک بر سر دایه کچلت. از کجا با سیروس آشنا شدی؟ از تو آسانسور. آسانسور؟ بله. آره. آخه ما تو آسانسور به هم چسبیده بودیم. خب پسرم ما موافقیم. لطفاً یک
با ساده باشه یا نمیدونی چی از خوشه هیچ همه میگن تو خوشگل ترین عروس سالی مرسی پری جون آهای سیروس، اگه جوون بودم همین الان باهات دوئل میکردم و عروس و از چنگت در میآوردم. خیلی خوشگله. ماما تو رو خدا ماه نشدی؟ ما با همچه عروسی باید افتخار کنیم. ما غلط میکنیم. یه همچین رقاصایی داریم چرا ازشون استفاده نمیکنیم؟ استفاده حالا میبینی؟ ببین خانم با آقا نشون بده که چند زن حلاجی. برو وسط میدون ببینم چیکار میکنه قربونش برم. با اجازه. به مناسبت عروسی مجلل پسر عموی عزیزم سیروس خان که نوکرشم و دوشیزه بهی که چاکرشم از 2 نفر از دوستانم که اخیراً در فستیوال رقص آواز شلمشوربای بدین ژاپن شهر کازابلانکای ونزوئلا اول شدن خواهش کردم که براتون هنرنمایی کنم. حالا این شما و این هم شما. نمیخوام قصه رو با غصه بگم یا که این درد رو سربسته بگم آخه درد من اون حرف یکی دوتا که نیست آخه گوش هر کسی دیگه به این قصه ها نیست آخه درد من اون حرف یکی دوتا که نیست آخه گوش هر کسی دیگه به این قصه ها نیست چی بگم واسه کی بگم چی بگم واسه کی بگم اگه یارو سازشو کوک بکنه به فلوتش کمی فوت بکنه سور و سات قرم و جور بکنه دل صاحب مردم آروم بکنه یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود میونه کبوترا کفتری نشسته بود تو سرش طوق طلا دنبال لونه بود خوشگل و تو دل برو تو دلش دردی ندار تا که اومد یه سیاد چشش به کفتر افتاد کفتر پر شکسته تو دام سیاد افتاد سیاد لام رو آورد بردش به شهر قربت هی این برا هی اون بر به سیاد و پاسش داد آه چی بگم باز کی بگم آه چی بگم باز کی بگم حالا که نوری دمیده خدا به دادش رسیده نفسی رو هم کشیده دستاش به دستش رسیده بذار که راستشو نگم میخوام که سر بسته باشه شهر غریبمون همون قصه باشه قصه باشه قصه باشه قصه باشه قصه باشه ناراحتی؟ نه گرمته؟ چرا انقدر عرق کردی؟ حتما از من خجالت میکشی نمیدونم این لباس عروسی
چی که هر کس میپوشه، حتی یه زنی مثل من خودش رو یه دختر چشم و گوش بسته و پاک و معصوم حس میکنه. تو برای من از هر دختر چشم و گوش بسته‌ای پاکتر و معصوم‌تری. برای همینم تا حالا بهت دست نزدم. بهش بگی من میام بیرون، بگی منتظر من باشه. همین امروز هم بریم بهش بگی. احمد آقا ما که نمیدونیم اون کجاست، تو هم باز فراموشش کنی. اونو فراموشش کنم؟ من تا حالا 3 دفعه واسه اون زندونی شدم، حالا ولش کنم؟ شوهر کرده احمد آقا، بذار خوشبخت باشه. من چی؟ من چرا مردم کنف شدم؟ تو اون محل سکه یه پول شدم. همه میدونن که اون مال من بوده. من خودم اونو آوردمش تو اون محل. حالا یه فکری گشنه بیاد اونو از دستم بگیره ببره. خدمتش میرسم. چیزی که تو قله واسه تو فراوونه زن. آره، اما به یه چیز دیگه است. وقت تمومه. چیزی نمیخوای احمد آقا، منظورم اینه که بیا اینو داشته باش. بده. این که خیلی کمه، دفعه دیگه زیادتر بیا. رو چشم. بهش بگو آب خوش از گلوش پایین نره. تو چه شده پری؟ هیچی. ایوا چی شده دختر؟ به من بگو. هیچی. بیا بینم. بشین. ناراحت نباش. هر چی که هست به من بگو پری جون. من دوستت دارم. برای اینکه تو دختر مهربونی هستی. بگو دیگه. من تو درد سر افتادم. ها؟ چه درد سری؟ تو که دختر پاکی بودی و پاک بزرگ شدی، شاید ملامتم. حالا این حرفا رو بذار کنار، بگو بینم چی شده. من نمیدونم از کجا شروع کنم. من اون پسر رو دوست داشتم. تازه از شهرستان اومده بود. شبا کار میکرد تا روزا بتونه بره دانشگاه درس بخونه. مامان اصلا نمیتونست قبول کنه که من با یه پسر فقیری معاشرت کنم. یه شب با هم رفتیم خونش. از پنجره اتاقش تلویزیون صاحبخونه‌شون رو تماشا میکردیم. یه فیلم عاشقانه میداد. یه زن و مرد لخت کنار استخر عشق بازی میکردن. من و اون هر دو تحت تاثیر قرار گرفتیم. حالا چطور میشه؟ وای خدایا، یعنی اون نمیخواد با تو عروسی کنه؟ مادرم، تو هنوز مادرم رو درست نشناختی. پس چی کار میخوای بکنی؟ خودم رو میکشم یا از این خونه فرار میکنم. این حرف رو نزن پری جون. باید بری پیش یه قابله یا یه دکتر بچه رو بندازی. من که کسی رو نمیشناسم. ببین من یه قابلی میشناسم. تو باید منو نجات بدی. آروم باش پری جون. اگه مادرت بفهمه برام منم بد میشه. فردا میبرمت پیش اون زن. 1000 تومن میشه. شما که همیشه 500 تومن میگرفتی. در هر حال من فعلا بیشتر از 700 تومن ندارم که بهتون بدم. خیلی خوب، ببر بخوابونش. پری جون پاشو بیا. پاشو. وای خدا جون، خیلی میترسم. نه ترس عزیزم، چیز مهمی نیست. لباسی تو درار.
شما برو بیرون. خودتو بی خود ناراحت نکن. تموم شد، ببرینش. تو برو زودتر پیاده شو. نمیخوام مامان اینا بفهمن تو با من بودی. آقا لطفا همونجا نگه داری، من پیاده میشم. خانم ماشین نویس جدیدم. بله سلام عرض میکنم. سعدی خوش کنم، من ابی خوش. بفرمایید امضا کردم. بله خوشبختم. منم خوشبختم. ابی بیا اینجا. الان میام خدمتتون. کجا میری؟ اگه ایشون ماشین نویس نیستن. چرا؟ میخوام بدم یه نامه واسم ماشین بخونه. السلام علیکم. شکرم. سلام عزیزم. سلام. سلام پدر. سلام عروس قشنگم. کجا بودی؟ خیاطی بودم. ببینم نمیریم خونه؟ چرا؟ تا تو یه چایی بخوری من کارم تموم میشه. ببخشید. الو؟ بله؟ چی؟ ها؟ بیمارستانه؟ کی؟ چطور شده؟ چی داری میگی؟ ها؟ کی اینطور شده؟ آخه چرا؟ خیلی خوب من الان میام اونجا. چی شده پدر؟ حبیب حالش بد شده، بردنش بیمارستان، باید بریم اونجا. بریم جواب بدید. نه نرید تو، بذارید فعلا استراحت کنید. کی این کارو کرده؟ کی اونو کورتش کرده؟ نمیدونم. حالش چطوره؟ من نمیدونم. بگید خانم، خواهش میکنم. من نمیدونم چی بگم. الان آقای دکتر خودشون میان بیرون. خانم بگو چی شده؟ آخه چی بگم بهتون؟ آقای دکتر خودشون اومدن. باشه. نمیری پری بلنده یک سفره واسه من داخته بود سلام علیکم. چاکرم قربانم. قربون صحبت نبود. چاکرم. جمال همه تونو قربانو دنبالم میاد. در ما رو بور میدن ها. خدمت همه شو میرسن. چاکرم. بابا مردم. سلام علیکم بر همه. چقدر سلام علیکم. چاکرم. سلام آقا، رسیدم به خیر. خوش اومدی. قدمت رو چشم. احمد خانم جون بیا، احمد آقا اومده. سلام علیکم احمد آقا، خوش اومدی. بگو برای احمد آقا چشم، سفره الان بندازن. میرم. سفره مینا و منچاقه کجا؟ احمد آقا کی مرخص شدی؟ الان. اینا هرچی مرد نوکرتم. باش تا اموراتت بگذره. وای خدا جون. هیچ بینم گیس بریده. سلام احمد آقا جون، خوش اومدی. چشما روشن. بگو ببینم خونه بهچت کجاست؟ من نمیدونم. میگه یا سرتو بکوبم به دیپال. بگو کجاست؟ گفتم من تو نمیدونم. و این چاقا هر دوتون میدونی کجاست. برات همه چی خبر دارم. احمد آقا تو رو خدا آقا تلخی نکن. بیا بشین یه چیزی بخور. آخه تو من ترسه کجاست؟
عقب چرا نه گفتم این خرطه کجا همینجا کجا آقا تو اتاقش مهمون داره. مهمون بی مهمون باش میبرم خونه بهی کجاست؟ سلام احمد آقا. گفتم خونه بهی کجاست؟ نمیدونم به خدا. بنال کجاست خونش؟ گفتم که نمیدونم. یالا حرف بزن خرسک از من نمیتونی حرف دراری حتی اگه منو بکشی. پس حالا میکشم ولش کن نره خوب بیا کنار بیا بریم مهین دیوار کنم اینو عوضی تو خیال میکنی کی هستی؟ تا این قزمیت همون رفیق شخصیت آره چی میگی؟ یالا حرف بزن اگه میخوای سالم از این در بره بیرون بنال وای خدا. احمد آقا جون تو رو خدا این کارو نکن. این میخواد با مهین عروسی کنه. ده مبارک باشد این عقل خیلی خوب پاماهی دیگه رفیق من میشه نمیذارم عروسی کنه برو بیرون عوضی جان برو جانه دارم دلش درکید ده بارا دیگه این عوضی رو برداره اینجا بندازینش دور میخواست منو عقدم کنه. جون تو رو خدا گریه نکنی. این تنبه میره گریه نکن بابا بس دیگه. بکش کنار تو باز به من بگی خونه بهجت کجاست و الا این اولشه احمد آقا روشن شد دو کلون باهات حرف دارم. جون من بیا بریم تو اتاق من باز بفهمم خونش کجاست این تنبه میره بیا تو اتاق من یه چیزی بخور. تازه از زندون من باز بفهمم خونش کجاست من کارت دارم بیا بریم تو اتاق من بیا گریه نکن من اینجور بس دیگه بابا. تو رو خدا احمد آقا خونه منو به هم نزنین. هر چی بخوای بهت میدم. من باز بدونم خونش کجاست من فقط میدونم خونش پشت همونجاست که با ماشین میرن تو سینما. ونک آره درست پشت همون سینماست. خیلی خوب پیداش میکنم هنوز از گرد را نرسته گذاشتم تو گوشه چاخان بی چاخان سلام احمد آقا نوکرتم کی مرخص شدی؟ چاکرتم نوکرتم باش تا اموراتت بگذره اون سینمایی که با ماشین میرن توش بلدی آره احمد آقا خونه بیی پشت اون سینماست برین انقصه بگردین تا پیداش کنین یالا میرم را بلند شو فینگلی. مگه 100 دفعه نگفتم با پای کثیف نرو رو صندلی. یالا بیا پایین. مگه با تو نیستم؟ ولش کن چی کارش داری؟ اون سگ منه. ببین فرهاد جون سگت الان تو باغچه بازی میکرده پاهاش کثیف شده نباید بره رو صندلی. به تو چه؟ اون سگ خودمه. به تو چه؟ آهای فرهاد بیادب نباش برو تو اتاقت به تو چه یعنی چه؟ سیروس نفهمیدم. حالا دیگه برای خاطر اون با این دعوا میکنه. این بچته. میدونم مادر اینم زنمه برو تو اتاقت فرهاد بریم ایسا برو گام شو فینگلی من معذرت میخوام عزیزم اون بچه است این بچه نباید انقدر لوس بار بیاد دخترم که از دستم رفت من همه دل خوشیم به این بچه است. نمیخوام اون سرش داد بزنه. تو چرا دخالت میکنی؟ اون جای مادرشه حق داره که تربیتش بکنه. اون جای مادرش نیست. من جای مادرشم. خودمم تربیتش میکنم. تو اگه میتونستی بچه تربیت کنی دخترتو تربیت میکردی. داره جده میشه شما کوتاه بیاین تو حرف نزن. اون اصلا بد قدمه بد یمنه. اون باعث شد پری کورتاش کنه. اون باعث مرگ دختر نازنینم شد. دختر نازنینت از دست تو خودشو کش. اون خودشو کش برای اینکه یه پدر حسابی بالا سرش نبود. بگو یه مادر حسابی. شما کوتاه بیاین کنار. تو اینقدر خودخواه و افاده‌ای بودی که اون خودشو با تو یه غریبه حس میکرد. اگه دختری مادرش رو دوست و رفیق خودش بدونه اتفاقی هم که براش بیفته با مادرش در میون میذاره. تو باعث مرگ اون شدی. پدر سر به سرش نذار اون خیلی ناراحته. من دلم گرفته. دلم هوای دخترمو کرده. پدر برش دار ببرش سر قبر پری. باش بلند شو روسری تو سرت کن بریم. منم یه پیشنهاد دارم. برو بابا ول کن بز بریم به کارمون برسیم. نوکرتم.
ناراحت نباش عزیزم. خب پدر مادرن دیگه، یه چیزایی میگن ولی تو به دل نگیر. در خونه رو ببند، بیا دفتر پیش من. خداحافظ. خیلی خوب ای باشه. خانم، خداحافظ. ما با عزت مرتب باشیم. خداحافظ. ای زن لاکردان، اون منو کنف کرد. تو هنوز چشت دنبال اونه، تو دیگه با من هستی. خفه بابا تو هم. احمد آقا ای روز احمد آقا پیداش کردم. بهیرو. آره پس کیو؟ مرگ من. تو میری خوبه. سلامتی. نوش مگه رفتم به دستش نرفتم. خدا چرا اینجا وایستادی؟ بز ماشین همینجا باشه. شما بیا ببین چه خونه ای دارم. هوش از آدم میپره. لاکردار بد جیلنگر ننداخته. آره خونه رو باشه احمد. بله کجا و اینجا کجا؟ برای همینه که دختر چسبیده اینجا. حالا میخوای چیکار کنی احمد آقا؟ فهمیدی کیا توی این خونه هستن؟ آره یه پیرمرد و یه پیرزن با اون پسر و رفیقش اومدن بیرون. به نظرم پدر مادر پسره باشن. کیا اومدن؟ همونا که خیال میکنن پدر مادر پسره باشن رفته بودن بیرون، الان دارن میان. دارن میرسن. الان میرن تو خونه. بله کاری داشتین؟ میخواستم راجع به اون دختره با تو صحبت کنم. کدوم دختره؟ همون دختره دیگه، همون که توی خونه وارد شده. بهی رو میگه احمد آقا. بهی؟ آره. مگه اونو میشناسین؟ بله خیلی هم خوب. چی میخواین بگین؟ والا عرض شود که اینجوری که به نظر میاد شما پدر مادر اون آقایه هستین. آره بله چی میخواین؟ بگم پسرتون با بعد کسی وصلت کرده. دخترش آدم حسابی نی. منظورتون چیه؟ منظورم اینه که اون ماری یه جای بد بود. بعد؟ آره همونجا دیگه. لابد شما خودتونم جوونی ها تو یه ذری اونجا زدی. آقا خواهش میکنم منظورتون رو واضح تر بگین. میگم آقا میگم نوکرتم. حالا واضح میگم. اون دختره بهی که پسرتون آورده و عروس شما کرده اون مال غلط. این مزخرفات چیه آقا؟ بریم پی کارتون. بریم تو. من به خیالم میخوای حقیقت رو بدونین. آره نوکرتم. اون اسمش بیتیقیه، مال خونه اقدر چارچشه. 3 سالم تو اون خونه کار میکرده. رفیق شخصی خوب من بوده. یه نشونی سرراست هم بهت میدم. اون زیر پستون چپش یه خال سیاه هم داره. ترش کرد. آره عبا جدی ها. تازه چیدم کردم، الان براتون میارم. لازم نیست. شما نمیخورین پدر؟ چی شده؟ الان بهت میگم چی شده. یارو راست میگفت، این همون خاله. شماها از چی حرف میزنید؟ از نشونی که راجع به تو دادن، از اون خال.
درسته که تو مال اون طرفا بودی. تو چطور جرأت کردی با زندگی یک خانواده شرافتمند بازی کنی؟ چطور راضی شدی این لکه این ننگو به پیشونی پسر من بچسبونی؟ پسر شما خودش همه چیزو میدونست. میدونست؟ تو چی به خورده پسر من دادی که تو رو از اون محله ننگین آورد تو زندگی پدر و مادر آبرودارش؟ من بهش گفتم که به دردش نمیخورم، التماس کردم که ولم کنه، ولی اون خودش اصرار کرد. تو اونو افسونش کردی، جادو کردی. چرا زنش نشی؟ شوهر تحصیل کرده، اسم و رسم دار، ماشین آخرین سیستم، لباسای رنگارنگ. نه من اینا رو نمیخواستم. من چشم دنبال پول و ثروت شما نبود. از وقتی که تو اون جهنم سیاه زنده به گور شده بودم، دستم از همه دنیا بریده بودم. خیال هرچی خوبی و پاکی و خوشبختی از کلم بیرون کرده بودم، تا اینکه پسر شما رو دیدم. اولش یه سرگرمی بود، میخواستم یه خورده ادای از ما بهتر اونو در بیارم، اما یواش یواش دیدم بدجوری دارم پابندش میشم. اون وقت فرار کردم که دیگه منو نبین. اما اومد دنبالم، گفت منو با همه بدبختیام قبول داره. خب منم دیگه چقدر طاقت داشتم، من دوستش داشتم. خانم، منم یه زنی بودم مثل همه زنای دیگه. منم آرزوی یه شوهر، یه خونه، یه بچه، یه چراغ که دیگ بذارم روشو واسه شوهرم شام و نهار درست کنم داشتم. منم میخواستم به زندگی برگردم، در صورتی که آرزوی بی خودی بود. ما زنای قلعه جزو فراموش شده هایی، جزو زنده به گورایی. منو ببخشید خانم، ولی اینجا تو این خونه، تو یکی از این اتاقا فقط یه مرده که جونم مال اونه. برای خاطر اون من اومدم اینجا. بدون اون تموم این خونه و مبل و ماشین واسه من سرنار نمیارزه. حالا من از اینجا میرم. نه، تو نباید بری. تو حالا زن پسر منی. بله، حالا من از این خونه میرم. منو ببر خونه خواهرم. اینجا مال این و اون پسری احمق. بچه چی خانم؟ اون بچه من نیست، مال اون پسری احمقه. منم با شما که بابا ننه یارو؟ آره، اوقاتشون خیلی تلخ بود، مثل اینکه دعوا مرافعه کرده بودن. به نظرم اوضاع قمر در اغلب شده. حالا میخوایی چی کار کنی؟ فعلا اینو حرومش کن. سلامتی شما. بی خود. آقای شکوه، من صحبت کنم. منم بهی، پدر مادرت همه چی رو فهمیدن. حالا اونا میدونن من چی کاره بودم. بر فرضم که بدونن. مگه تو زن اونا هستی؟ من دیگه نمیتونم توی خونه بمونم. خب حالا ناراحت نباش، پاشو بیا شرکت پیش من.
وای خدا الو خانم سیروس خان هستن؟ نه خیر بهش بگین زود خودشو برسونه خونه احمد اومده احمد آقا این کار خیلی درد سر داره. مگه غیر از اینه که آخرش زندونه؟ تازه اونجا خونه منه. میبرمش بیرون، میبرمش آتیشا. هیچی فرها جون تو همون بالا باش سلام. چرا اومدی اینجا؟ آخه من شوهر دارم. یادت رفته من اون وقتا قفا کنم بودم؟ تو رو خدا رحم کن. نه اومدم ببرمه. تو مال منی. من رود آب تلف کردم. ولی من شوهر دارم. من خیلی از تنهایی به اصطلاح شوهردارو بردم تو محله و تحویل دادم. شوهراشونم فراموششون کردم. الان سیروس میاد اینجا. اون به من کاری نمیتونه بکنه. میکشمش.
تو چی میخوای تو خونه من؟ بشین ناراحت نباش. دیروز اصرافه میرسه. یا آقا تو به دیگر مادرت بیزارم. بیمارم. قلابندازم عشق بلم کاتر رو بایی جان ناراحت نباش اینجوری شد کسی تو رو کتک بزنه مامان نمیدونی چقدر انتظاره یه همچین روزی رو کشید منم سلام به ای خانم سلام پدر نوبتی هم باشی نوبت هم ماست به ای خانم خب دیگه وقت داری که بتونه بیشتر هم دیگر ببینیم پدر بهتره که بریم پاپات منتظرت بگیم پای چشم سیاهم تو خوبی تو ماهی فداش لاهی خواهی بند لباتم